2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. نمیرم. باید بری. دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. پس خیلی خوبه که بتونی اینو تحمل کنی چون که من نمیرم. چرا نمیری؟ مگه مسئولیتتو اینجا انجام ندادی؟ برو جایزتو بگیر. میخوای بری توکیو؟ هر جا میخوای بری برو. نمیدونم کجا میری اما اینجا جایی نداری. دارم. نصف این هتل هنوز مال منه. ازت میخرمش. نمیفروشم. حاضران ببین نمیذارم تو این جزیره زندگی کنی. هر کاری دوست داری بکن. من روحم جنگجوه. بدون جنگیدنم دست بر نمیدارم. تو این جنگو میبازی. خواهیم دید. پویراز علی ازگور. تو برای پرداخت بدهی مادرت میخوای اینجا بمونی ها؟ من بهت قول میدم هرچی در آوردم نصفشو واسط میفرستم باشه؟ من مثل تو نیستم. ببین قول دادم سر آدما شیره نمیمالم. من پولی که براش زحمت نکشیدم و نمیخوام باشه. در ضمن تنها دلیل اینجا موندنم پرداخت قرضه مادرم نیست. پس چی میخوای؟ دقیقاً چی میخوای؟ فکر میکنی به مرور زمان من یادم میره و میبخشمت؟ همچین چیزی هیچ وقت اتفاق نمیفته. من هیچ وقت نمیبخشمت. هر وقت ببینمت خشمم بیشتر میشه. من میخوام خودمو ببخشم. دیگه این از همه چیز بیشتر اولویت داره. که اینطور؟ منم بهت هشدار میدم تا وقتی که از این جزیره بری برای رفتن هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. از اینجا بیرونت میکنم. برای موندن اینجا تا آخرین ذره توانم تلاش میکنم. همه شنیدین اینجا چه اتفاقی افتاده. من برای کسایی که نشنیدن خلاصه میکنم. حاضران یه دروغگوه و برای هدفش هر کاری انجام میده. تا وقتی هم از اینجا بره یه مدت دور و بر هتل آفتابی میشه. از این به بعد همه چی مثل سابق قراره بشه. هیچی مثل سابق نمیشه. همه برگردین سر کارتون. حالا که اینطوریه بریم باشه. ببخشید تو کجا میری؟ عزیزم میبینی که اوضاع خرابه. منم دیگه کم کم باید برم سر کارم باشه. تو حالت خوبه؟ سعی میکنم خوب باشم. پسر یه سنگدل، دیدی چطوری اومد دلتو شکست؟ من میدونستم یه روز این اتفاق میفته ولی فکر نمیکردم انقدر ناراحت بشم. بگذاریم. من به هیچ وجه یادم نمیاد چرا اومدم جزیره. پویراز بخواد یا نخواد من به هدفم میرسم چون که هیچ وقت برای باختن بازی نمی کنم.
بله. پویراز سلام. من داشتم میرفتم دیدن خاله عالیه، از دم در خونه حاضران گذشتم، متوجه پنجره شدم. خب به نظر نمیاد اسباب کشی کرده. آره اسباب کشی نکرده، یعنی فعلا نکرده. چی؟ یعنی چی؟ با وجودی که وسایلش رو ریختی بیرون؟ مثلا داره کشش میده. آی من واقعا نمیفهمم. آخه آدم چجوری میتونی یه جایی که نمیخوانش بمونه؟ منم اینو نمیفهمم. میبینمت. زوربا. سلام خاله عالیه. ایدیل خوش اومدی دخترم. خیلی ممنون خاله عالیه جون. این بیچاره از گرما اینجوری ولو شده اینجا. آخه کوچولوی زخمی من، اونم مثل آدم ها از گرما کلافه شده. بذار اینو بهش بدم. بدیم من بهش میدم. نوش جونت عزیز دلم. آی خاله عالیه باور کردنی نیست. هم گناهکاره هم پررویی میکنه. گفته نمیرم از جزیره، به زور میمونم. کی؟ حاضران. الان داشتم با پویراز حرف میزدم، گفت میخواد کشش بده، نمیره از اینجا. بعد برملا شدن این همه اتفاق چطوری میخواد بمونه؟ چه میدونم، لابد فکر میکنه پویراز بهش نقطه ضعف داره. لابد پیش خودش فکر میکنه اگه اینجا بمونه دل پویراز رو نرم میکنه و میبخشتش. پویراز بعد چیزایی که شنیده دیگه نسبت به هیچ چیز اون نقطه ضعفی نداره. منم موافقم، اما حاضران هدفش اینه که اینور و اونور همش جلو چشم پویراز باشه تا بتونه راضیش کنه. من میدونم چی کار کنم که از اینجا بره بیرون. با هم دیگه بریم یه سر سمت میدون. میخوای چی کار کنی خاله عالیه؟ خواهی دید. برو از تو خونه کیف منو بیار دخترم. باشه الان میارم. کفشام هم اونجاست، بیار اینجا بپوشم. پس نمیخوای بری ها؟ نهیر، ازت معذرت میخوام که دلتو شکستم و ناامیدت کردم. به خاطر اینکه منو احمق فرض اینطوری کردی. نیست. وقتی گفتی عاشق داداش پویرازی هم دروغ گفتی. آره اون موقع اونجوری بود، اما الان منم فکر میکردم خیلی زرنگم. نگو منم به اندازه مامانم سادم. اینم آخرین حرفامه به تو. دیگه از این به بعد برای من وجود نداری، فهمیدی؟ دیگه تموم شد. میشه پرونده ی رزرو بهم بدی؟ نهیر، من هنوز شریک اینجام. صادق، راه تو بکش و برو. داداش من نمیرم. ای بابا میری داداش، فهمیدی؟ باید بری از اینجا. داداش من تو نگهبانی. ها اینجا چه خبره؟ آقانه همچین با پولی برو کنار بابا. نه داداش، من اگر میگم نه دیگه. وقتی میگم اینجا بودن خطره یعنی باید راه تو بکشی بری دیگه. صادق مزخرف نگو، ول کن بذار برم. ای بابا اینجا چه خبره؟ میخواستی چی بشه؟ حقا میخواد بری، ما اجازه نمیدیم. خاله سلما میشه یه چیزی به اینا بگی؟ منو اصلا قاطی نکن هاکا، منو قاطی نکن، چون لبخند میزنم همش زود خاله سلما میشم. این دفعه منم باهاشون موافقم. ببین هنوز دلم با طاقت نداره. چرا اینجا وایسادی؟ برو دیگه پویراز ببینتت قیمت میکنه ها. نمیرم خاله سلما، حالا که همه چی رو شده پس دیگه ولم کنین کارمو بکنم. در ضمن جزیره که فقط مال پویراز نیست که. این از جون سیر شده. خدا بهت عقل بده پسرم. من چی بگم؟ صادق چیزی به پویراز نگو که یه وقت به سرش نزنه. نگران نباشه ما. یه پسر برو دیگه. نمیرم بابا، نمیرم. بورک، در سردخونه خرابه، میرین میاین مواظب باشین بسته بشه. چش داداش.
ببین درست نبود با کارمندا اونجوری حرف زدی. هیچکی دیگه حرف منو جدی نمیگیره. دروغگوها جدی گرفته نمیشن، طبیعیه. برای رزرو امروز مواد اولیه آماده است. اوستا محسن چیز دیگه ای لازم نداره؟ به اوستا محسن مرخصی دادم. کی؟ یکم پیش. تو روزی که 15 نفر مشتری داشتیم اوستا محسن رو فرستادی مرخصی؟ تو برای بیرون کردن من میخوای کل هتل رو ورشکسته کنی؟ دنیا همش دور تو نمیچرخه، اوکی؟ خب طرف عروسی دعوت بود، منم مرخصی دادم، مگه چیه؟ خب غذاها رو کی میخواد درست کنه؟ ماهیا رو من درست میکنم. فقط ماهی نمیشه، بقیه غذاها رو کی درست کنه؟ تو درست کن. میخواستم اینو بگم اما نمیتونی درست کنی. تو فقط میتونی از بیرون سفارش بدی یا از آدما سوء استفاده کنی. همین. اوه خوش اومدین. ممنونم. دخترین وقت روز میان سر کار، تو گارسونی. گفتی ساعت کاری استاندارد دیگه. خب من توی هلدینگ بابام کار میکردم، این وقت روز میرفتم سر کار. بیریجیک من یه خبری برات دارم، ولی آروم باش، اوکی؟ من مامانت نیستم، باباتم نیستم، رئیستم. ساعت 8 سر کار باش. باشه. اینم بگیر. رنگ دیگه ای نداری؟ بلا بدور خاله عالیه. ممنونم دخترم. میکشمش. اوه سرورم خوش اومدین، خیر باشه. خوش باشی. ممنونم. حالت چطوره؟ خوبم، بفرمایید بشینید. تو برو به اصناف خبر بده بیان به دیدن من. چشم خاله عالیه جون. خاله عالیه خیر باشه. اون دختر لشکرده میخواد تو جزیره بمونه. نون و آبشو ببرم ببینم چطوری میخواد بمونه. نفهمیدم. نباید هیچی به حاضیران بفروشی. هیچ کس نباید بفروشه. هم کنگر فرنگی ساده نوشته هم قلب شکل. نمیدونم میخواد چی کار کنه، منم واقعا موندم. بده پویراز، قلبش رو اون در میاره. از صبح رو قلب تو امتحان کرده دختر. اصلا وقت بحث کردن با اون نیست، من رو کارم باید تمرکز کنم. منم نمیدونم باید رو کدوم رئیس تمرکز کنم. از اون که خیلی میترسم. هرسه‌هاش خیلی بدی ازش میگیرم، این روزا خیلی خطرناکه. گوکم نترس تو رو خدا، اون کاری باید نداره، مشکل اون منم. ببین دختر چی میگم، فهمیدم. باید هتل رو با پرده به 2 قسمت تقسیم کنیم، یه قسمتشون مدیریت کنیم. مزخرف نگو گورکم. ما باید اول کجا بریم؟ از کجا باید شروع کنیم ها؟ دست بوسات زیاد باشن یوسف. فهمیدی چی گفتم دیگه؟ فهمیدم خاله عالیه، فهمیدم. برای اون دختر شهری تو هوای بارونی یه قطره آبم نداری. به هاجر سلام برسون. طلای کوچولوتم آماده کردم، یه روز میارم تقدیم میکنم. دستتون درد نکنه. سلامت برو باشی. به سلامت برو. والا شنیدم شوکه شدم. به نظر می اومد که خیلی دختر خوب و مهربونی باشه. باید باطن آدم ها رو ببینی، مثل هندونه اگه بازش نکنه این نمیفهمی چطوریه. از این به بعد برای این دختر خرباز هندونه نداریم. باید با کمک هم انتقام پویراز رو بگیریم، وگرنه هم شهری بودنمون به چه درد میخوره. خیلی حق داری. ببخشید من غذا رو قاقاجاق دارم. بفرمایید. آی صادق، نشنومون حاضرانو سوار موتورت کردی یا باشه؟ نه بابا، معلوم سوارش نمیکنم. میگم ساعت تغییر شیفت سرش کلاه میذارم، سوارش نمیکنم. اون دیگه چیه؟ این راننده تاکسی های استانبولی هم مشتری که خوششون نمیاد میگن تغییر ساعت شیفت سوارش نمیکنن، اما گرگمو میتونم سوارش کنم. خیلی روش کرش دارم. خدا لعنتت کنه. امری بفرمایید. گم شو. باشه میشه. وای، مو به تنم سیخ شد خانومه، مثل این زنای نظامیه. خاله عالیه همین جوریه. تو این جزیره هیچکی نیست که بهش کمک نکرده باشه. همه ازش حساب میبرن.
اگه اینقدر خوبه چرا درباره حاضران اینجوری حرف میزنه؟ اون فرق داره دختر. رو نبش خیلی حساسه. پویراز رو ناراحت کنی وای به حالت. پس حاضران نمیخواد بره. اما بخواد یا نخواد باید از اینجا بره. خیلی خودشو مصمم میدونه. یادش میدم که اینجا شبیه هر جایی نیست. اینجا دنیای منه و تو دنیای من دیگه حاضران جایی نداره. یه سر برم پیش آقا احسان، باید ازش ماهی بگیرم. منم باهات بیام؟ بریم. Evet. Adaya geldim. اومدم جزیره غیر سفارش دادن از اینترنت چیزی بلد نبودم، اما به جزیره عادت کردم. اجازه نمیدم پویراز منو بیرون کنه. البته عزیزم. خب فقط که تو جزیره پویراز زندگی نمی‌کنه. آره. همه بهت کمک میکنن، اصلا نگران نباش. دقیقاً. اهل جزیره خیلی کمک کردن و دوست دارن. روز بخیر، خسته نباشین. ما 2 کیلو پنیر، 50 تا تخم مرغ میخوایم. پنیر تموم شده. پس اون تایر کامیونه ها؟ اون خرابه، نمیفروشیم. باشه، خب بدون پنیر یه جوری سر میکنیم. پس تخم مرغا رو بگیریم. تخم مرغ هم نداریم. یعنی چی ندارین؟ اینجاست دیگه. اونا شکستن. به نظر که سالم میان مگه نه؟ بیا، همینو میخواستی؟ هشدار دیوونگیه. دختر فرار کن، واقعا که فرار کن. آی آی آی. سلامت. خیلی دوستش دارم. ها، البته تو از این آهنگا زیاد خوشت نمیاد مگه نه؟ فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ این ترانه با حاضران گوش میدادی؟ آره؟ چه ربطی داره؟ سرم درد میکنه چون امروز خیلی سرم شلوغ بود. نمیخوام موزیک گوش بدم. داداش خیلی دلت شکسته؟ آره؟ کی؟ حاضران دل منو بشکنه؟ اولین کسی که بتونه قلب منو بشکنه باید یه آدم خیلی خاص باشه، نه حاضران. یعنی خاص نبوده. میدونی به موقع فهمیدم. امروز اهل جزیره چشون شده. هرچی میخوام یا ندارن یا خرابه یا فروش رفته. طرف گوساله رو از سقف آویزون کرده، خجالتم نمیکشه. همه رو گذاشته اونجا، میگه گوش نداریم. مگه ما خریم؟ آخه باور نمیکنیم. یعنی گورکم جون، تو باید این حرفا رو به اون قصابه میگفتی باشه. گفتی واقعا خیلی ممنونم و اومدی بیرون. من میخواستم حقشو بذارم کف دستش، میفهمی؟ مرده اونجا مثل مجسمه وایساده بود. چیکار کنم؟ خب با بعضی آدما نمیشه جوری دیگه ای حرف زد. ببین من برای خرید نمیتونم از جونم بگذرم. خیلی خوب. سلام، خسته نباشید. ما 5-6 کیلویی کنگر فرنگی میخوایم. ببخشید همه فروش رفته. فروش رفته. باشه، پس یکم گوجه، فلفل و کمی هم پیازچه بخری. باشه، اینو که دیگه فروش نرفته مگه نه؟ میخوای باور کن میخوای نکن، همه فروش آخه من رفته. بدون پیازچه چطوری سالاد درست کنم؟ درست میکنی عزیزم. پولشو بده حاضرم. بده من. گورکم چی کار داری میکنی؟ بده گورکم. گورکم بیا چرا بودو گورکم. کجا میری؟ بیا گورکم زود باش. ببینم مگه تو این جزیره همه به هم کمک نمی کردن؟ پس کجاست؟ والا من راستشو بگم تو این جزیره دیگه هیچکی به اهمیت نمیگه. چرا؟ به خاطر ارادتشون به پویرازه؟ به خاطر اینکه مدتی پول تاکسی و دادی بهت میگم، اما نباید به هیچکی بگی. باشه قول میدی نگی؟ خیلی خوب بگو. خاله عالیه وتوت کرده. وتو کرده؟ آره از این به بعد هیچی نباید بهت بفروشه. سب کن. تو از وتو شدنم خبر داری پویراز علی ازگور ها؟ سبزی فروشه به حاضران پیازچه هم نمیداد.
پس آفرین به اهل جزیره. تو هم اینا رو آویزه گوشت کن، بعدن ازش استفاده میکنی. اینجا به یه نفر بدی بشه به همه بدی شده. البته تو دنیای شما اینطوری نیست. من اینجوری نمیمیرم. کی میخواد که بمیری؟ از اینجا برو، هر جا که میخوای زندگی کن. من دیگه دختر شهری نیستم پویراز علی ازگور. تو هم بهتره به این عادت کنی. حالا ببینم چی میشه، بعدن خبرشو بهت میدم. باشه؟ سلمى خیر باشه، مغازه رو زود بستی. میخوایم با نهیر بریم بازار، اما شلوار شما آماده است، عصری برات میفرستم. دست درد نکنه، تو بهترین زمان کارمون رو راه میندازی. خب به غیر از کار زندگی چطوره؟ تو هم آبروریزیمونو شنیدی؟ آره، با زینب مثل بچه ها دعوامون شد. عزیزم چه آبروریزی، بین دوتا خواهر پیش میاد، بحث آشتی میکنن. نه ما غیر پدر و مادر هیچ چیز مشترکی نداریم. این حرفو نزن. شما و زینب غیر همدیگه کیو دارید؟ دوتا خواهر دوتا بچه، خانواده به این راحتی بین نمیری که عزیز دل من. اون سالها پیش ما رو فراموش کرد. خب برگشت دیگه. برگشت زندگیمونو داغون کرد، همه آرامشمونو به هم ریخت. استغفرالله. زینب دیگه زینب سابق نیست، میخواد شباهت جوانیشو جبران کنه. عوض شده. لطیف تو از کجا میدونی اون عوض شده ها؟ خب اون روزی که شما دعواتون شد، ما اتفاقی هم دیگه رو دیدیم، نشستیم صحبت کردیم و خیلی هم ناراحت بود. نه ناراحت شده که آبروش همه جا رفته، برای چی میخواد ناراحت بشه هم؟ نه اینجوری نیست، یه فرصت دیگه بهش بده. اول معذرت بخواد، بعدش حالا ببینیم چی میشه دیگه. خب ما این حرفا رو به همشهریان میزنیم تا از سر خودمون واکن. زده جلوی چشماش همه ای تخم مرغا رو تق 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 شیکونده. بعدم گفته تخم مرغ نمیفروشم. دلم سوخت، اون همه تخم مرغ اصراف شده. کاش میزد تو سر حاضیران اینجوری محکم. آی مطمئنم حاضیران 2-3 روز دیگه همه یه جلو پلاسش رو جمع میکنه میره. چی شده؟ عمو لطیف؟ پس اون زن سلمى بوده. چی؟ همونی که بابام میخواد باهاش ازدواج کنه. عمو لطیف میخواد دوباره ازدواج کنه؟ گفته ولی ازدواجی در کار نیست. نمیذارم به خاطرات مادرم بی حرمتی کنه. عمو لطیف و سلمى خیاط عمو لطیف. این جزیره تا امروز همچین شوکی رو تجربه نکرده. نه، اگه همچین چیزی واقعیت باشه قسم میخورم سلمى رو با قیچی خودش پاره کنم. جز مادرم هیچ کس نمیتونه پاشو بذاره تو زندگی ما. بگو تا حد خودشو بدونه. بذار اول مطمئن شیم. تو حواست به من باشه؟ ببخشید بیریجیک. خوش اومدین. چی میل دارین؟ آهای خدا، ببین کی اومده. وای، روز اول کاریم اومدی سورپرایزم کنی. ببخشید تشریف میاری دلسه؟ یکم بعد سفارش بدین، الان سرم شلوغه. الان براتون میارم. ممنون. با پویراز رفتیم ماهی خریدیم. ملیسا خیلی ماهی دوست داره، واسه اون آوردم. پس من چی؟ مال تو رو که خودم به صورت ویژه میدم. شوخی کرد باهاتون. ملیسا من ماهیاتو نمیخوام، با عشقت بپزین بخوریم. دوست ندارم تو مغازم از این لوس بازی‌ها در بیارین. آخه اومدی سورپرایزم کنی. نونور بازی. شوخی نکردم دختر. دیگه به مشتری نگو سرم شلوغه. رئیس خشنه. خب از رئیس رؤسا حرف بزن. پویراز چی کار کرد؟ نرم شد؟ یعنی منظورم اینه که فهمید حاضیران قصد بدی نداشته؟ نمیخوام تو مغازم از حاضیران حرف بزنی. از دستش خیلی عصبانی هستی. پیش منم حرف نزن. ممکنه به خاطرش اخراج بشی. یعنی تو هرچی از حاضیران میگی من سرتر میشم. حلال زاده از خانم تشریف آوردن. اگه الان من ازت بپرسم شیرینی داری میگی نه.
درسته ملیسا؟ آره. این نگاه ها رو ببین، آدم نمیتونه آب از اینا بخواد. من به اندازه تمام جزیره شیرینی دارم ولی برای فروختن به تو ندارم. به کسایی که ما رو ناامید میکنن شیرینی نمیدیم. دوست تو چه سختیایی کشید ولی بازم از پا در نیومد بیرجیک. از پا هم در نمیاد. تو دوست من نیستی. چی؟ کارایی که با پویروز کردی، اون دروغایی که گفتی به خاطر اینکه دوستم بودی تحمل کردم ولی بیشتر از این دیگه نمیتونم. از این به بعدم نمیخوام باهات حرف بزنم. چی داری میگی بیرجیک؟ تو الان آدم خیلی چندشی شدی. آدمی که وارد رابطه عاشقانه شد دوستشو میفروشه؟ به همین راحتی آخه، به همین سادگی از دوست دست کشیدی؟ واقعا که واقعا تو اینطوری فکر میکنی؟ آره، واقعا اینجوری فکر میکنم. من دیگه یکی از اهالی این جزیره‌ام. من درست شنیدم؟ بالاخره دوست دختر منه دیگه. ببین منو، ببین یه عکس داری موهات خیلی ژولیده است، اونو میذارم تو اینترنت، مطمئن باش. حق نداری این کارو بکنی گورکم. گورکم نیازی نیست. باشه بخیال. سرش سلامت. واقعا که بیا بریم. خاله عالیه همه جزیره رو صدا کرده و گفته دیگه هیچی به حاضیران ندین، هیچی. نه بابا، این دختره چی میخواد بخوره پس؟ اینجور که معلومه حالا تنها چیزی که آبجی حاضیران باید بگیره بلیت به استانبوله، اونم یه طرفه. مامان آخه چرا ناراحت میشی؟ این پیش کارایی که آبجی حاضیران با داداش پویراز کرد هیچی نیست. راست میگی، حق داری مامان جون، ولی منم دلم برای اون دختره میسوزه. دلت نسوزه مامان جون. وقتی به چشمای ما نگاه میکرد و دروغ میگفت دلش نمیسوخ. والا که من همچین فکری نمیکردم. نگاه کن دیگه، تو هم همش افوف میکنی. اصلا چه ربطی داره مامان جون؟ قدم به قدم هرسم از این بیریجیک بیشتر میشه. تا موهای اونو نکنم ولکن نیستم. من نگران نیستم اما دلنازک و مهربونم نیستم. بده. حاضیران خاله، من باید باید حرف بزنم. اینا رو بگیر. بگیر. دخترین سلما چه آدم خوبیه به خدا. تو اینجا بی خیال بشین. جزیره دختر تو به بازی گرفته، تو هم همینجوری اینجا بشین. چی شده؟ خاله، تو مگه نمیخواستی آبجی حاضیرانو ببری؟ ببین الان وقتشه. آبجی حاضیرانو بردار و ببر. کی با حاضیران چیکار کرده؟ آی خاله عالیه، همونقدر که خوبی ظالمم هستی. گفتم چی شده؟ خسته نباشی. اهل جزیره که چیزی بهت نمیفروختن. خدا میدونه آدم رو چطوری گول زدی.
تو این موضوع خیلی خوبی، باید تشویقت کرد. بهتره بگیم همه تو جزیره شبیه تو نیستن. آدمای دلرحمی هم هستن. بگیر. بعدش هم از اینجا برو بیرون. نیازی هم نیست دوباره برگردی. با زخمای بزرگتر از اینم زندگی کردم. بلایی سرم نمیاد. ایول، برای اولین بار توی زندگیم غذا درست کردم. خیلی خوب به نظر میاد. داداش شیر نیست، مشتری ها شیر قهوه میخوان. من میرم پیش برنامه ریز. حاضران بره بخره. اما من قدغنم، به من شیر نمیفروشن که. خوبه، پس همینطوری دست رو دست بذار و بشین. تو مشتری رو دست به سر کن، من شیر پیدا میکنم و میارم. باشه؟ راستی اسم صاحب مزرعه بغلی چی بود ها؟ ولی بود نه؟ باشه، پس من زود میام. باشه؟ سلام دختر زرد. به تو هم سلام دختر سفید. ببین یه کوچولو ازت شیر میگیرم و میرم. باشه؟ اوکی، قبوله. خیلی خوب. یعنی من اینو تو کلی فیلم تماشا کردم، یعنی توی این کار خیلی ماهرم. نیاز نیست که از من بترسی. باشه؟ اصلا نیاز نیست، به درد میخوره. خب یالا منو نگاه کن، ببین دارم میام. باشه؟ خب الان چی کار کنم؟ ببین داریم چی کار میکنیم عزیزم. ببین دارم به دست میزنم. میشه به دست زد؟ آره؟ باشه. خیلی ممنونم که مال منو تو نکردی. یعنی من خیلی دوست دارم بهت یه هدیه بدم، اما زیاد نمیدونم گاوا چی دوست دارن عزیزم. برای همین بمونه برای دفعه بعد. قبوله؟ خیلی خوب، خیلی ازت ممنونم عزیزم. لطفاً به صاحبت بگو که من دزد نیستم. باشه؟ قبوله؟ ببین پولو میذارم اینجا. گذاشتم. میبینمت.
برای چی اومدی در این خونه؟ چرا اهالی جزیره رو علیه حاضران پر کرده ای؟ حالا تو داری از من حساب پس میگیری زورگو؟ زورگو تویی، دست از سر بچه من بردار. تو این حرفا رو باید به دخترت بزنی که از اینجا بره و بیشتر از این به پایراز من آسیب نزنه. دختر من میخواد به پایراز آسیب بزنه؟ آره، حاضران کار به این خوبی توی شهر رو ول کرده اومده اینجا. چرا؟ برای کمک کردن به پایراز. آره بابا، اون پایراز رو ورشکست کرده. یه اشتباهی کرده و پشیمون شده. الان هم داره اشتباهش جبران میکنه. ولی من به حاضران گفتم به آدم خوبی نکن، پشیمون میشی. زینب خانم سلام. ایدیل جون، من الان یکم آروم‌تر هستم. خوب منو نگاه کن، برام حاشیه درست نکنید. کاش مادر و دختر نیومده بودین به این جزیره. کاشکی ولی خب دیگه اومدیم، الانم قصد نداریم با این کارهای شما از اینجا بریم. به نوبتم بگو حق نداره دختر من اذیت بکنه. نگاش کن. خاله عالیه جون قربونت برم من عزیزم. ببین استرس اصلا برات خوب نیست. زینب خانم شما مواظب حرف زدنت باش لطفا. این که حرف حالیش نمیشه. کاش مامان جونم زنده بود و میدید که با حاضران داری چی کار میکنی. کاش اگه زنده بود از خواسته این که یه نبه خیانت کار داره میمرد، چیزیو که مامان کاشته نمیذارم اینجا بمونه. خاله عالیه وایسا. ایدیل دیگه خاطر این جوان کار نیست. مرد؟ شیر رو از کجا پیدا کردی؟ آبجی حاضران آورد. اینجوری هم که نمیشه، اون آورد دیگه. حالا که نمیتونم از لبنیاتی شیر بخرم، منم با دستا میدوشم و پولشو میذارم. دیگه چی؟ چیه؟ اثبات کردم که منم اینجا به یه دردی میخورم، نه؟ بله؟ الو پایراز، ببین مامان حاضران اومده اینجا با خاله عالیه دعواشون شده، نمیتونم نگهشون دارم، بدو بیا. تو چی داری میگی؟ باشه الان میام. چی شده؟ مادر تو و مادر بزرگم دارن دعوا میکنن. چی؟ باشه خاله عالیه جون تو آروم باش لطفا. اون از دوستم یادگاری مونده بود. هی بابا، حاضرانم یادگاری دوستته. اگه اون نباشه اینم نیست. ببین باشه مامان مادر بزرگ مامان خوبی؟ داری چی کار میکنی؟ ببین بچگیش هم همین شکلی بود، چون معلمش دعواش کرده بود، زده بود شیشای خونش آورده بود پایین. مادر بزرگ آروم باش. مامان چی کار میکنی؟ نمیکنم. این جزیره فقط برای اونا نیست، ما هم اهل این جزیره هستیم، فهمیدی؟ نمیتونی به زور دخترم از این جزیره بیرون بندازی. تازه از بستر بیماری اومده بیرون، تو حق نداری بهش انقدر استرس بدی مامان. حاضران از وقتی تو اومدی اینجا ما آرامش نداریم، چه اصراری داری؟ برو دیگه. کسی نظر تو رو نپرسید باشه؟ بریم داخل، زود باش. آرامش زمین رو به هم زدی. باشه مادر بزرگ، من درستش میکنم. تازه اونا گفتن تو با نوه اون رابطه داری. خوب شد حالا وارد رابطه نشدی. همچین چیزی تا من زنده هستم غیر ممکنه. برای همین خیالت راحت زورگو. بیا مادر بزرگ. نمیشه. برو خاله عالیه. ای بابا تو چرا چیزی نمیگی؟ مامان رابیو اینو ول کن. میگم اصلا نیازی نیست تو از من دفاع کنی، باشه اصلا دفاع نکنی بهتره مامان. یعنی تو میخوای تو این هتل خراب شده بمونی؟ مجبورم مامان، یه کاریو شروع کردم تا تمومش نکنم بیخیال نمیشم. پس منم کاری میکنم که جای تو اینجا محکم تر بشه، نگران نباش. مامان جون 2 دقیقه پیش بهت چی گفتم؟ میگم خاله عالیه رو ناراحت نکن، باشه هر کاری دوست داره بکنه، هر چی میخواد بگه، اون یادگار مامان بزرگ پایرازه. باهاش دیگه درگیر نمیشم، ولی اینو ازم نخواه که تو رو دست اونو رها کنم. باشه بگذریم، الان ساعت غذا شروع میشه، باید برم هتل. منم دارم میام. ممنون. با روغن زیتونم امتحان کنید، خیلی عالی میشه، خیلی عالیه. عالیه، خیلی خوشم اومد، خیلی خوشمزه شده، غذاشو خیلی دوست داشتم واقعا. موافقم، به نظر منم همین. خاله عالیه خوبه دیگه نه؟ چی شد؟ مثلا نگرانی؟ باشه درباره گزارش و بانک حق با توه، اما تو این موضوع نمیتونی ناحقی کنی. یعنی من دوست دارم خاله عالیه بد باشه، یعنی تا این حد بده؟ والا نمیدونم که، من واقعا مطمئن نیستم پشت این چهره که میبینم چه خبره. مامانم عصبانی و خودخواهه، اما نمیتونی کاروی اونو بندازی تقصیر من. درسته چون چوب خطای تو به اندازه کافی پر هست.
ممنون. بچه ها عاشق غذا شدن. آقای دستور پختشو میخواد، نمیدونم حالا چی کار کنم. لینکشو میفرستم. منم با نگاه کردم به دستور پخت درست کردم. چیه دختر؟ میگم با عشق درست کرده تموم میشه میره. بروک مواظب باش نیفتی. موفق شدی، واقعا آفرین. همه تو هتل منو نادیده میگیرن، حتی حرفای منو نمیشنون. ممکنه اونام بخوان باهات بد رفتاری کنن حاضران. من کاری با تو نکردم، به اونام چیزی نگفتم. تو خودت این کارو با خودت کردی. مرد میگم داخل اونا لیمو گذاشتین؟ آره؟ روح داره اینجا حرف میزنه. روح راستش نمیدونم. هر جا که فکر میکنی گشتم. وایسا چه خبر شده؟ همه اینا به خاطر این بود که دخترت منو نبینه. باورم نمیشه لطیف. نه بابا، چه ربطی داره عزیزم. میخوام که همه چی به هم نخوره، آروم با هم پیش بریم. ببین شهردار به این بزرگی دروغم میگه. خیلی خوب، معذرت میخوام، حق داری. ایدیل هم دختر حسودیه دیگه. وقتی خیلی کوچیک بود مادرش دست داده، بعد آروم بهش بگم. آقا قربونت برم. خب کی میخوای بهش بگی؟ منم باید به حاضران بگم. من بهش گفتم میخوام دوباره ازدواج کنم، بذار اون حذف کنه. ولی مثل این که تو ناراحت شدی، نه؟ بابا من خریت کردم باز. آخه قربون اون اخمات بشم من. تو یکم به من زمان بده، من خودم همه چی رو برم میکنم. خب ناراحت شدم. ببینم چی کار میتونم بکنم منو ببخشی، دلتو به دست بیارم. ها هر کاری بگی میکن. نمیخواد دل منو به دست بیاری. من یه خواهشی از تو دارم. هتل مامانم و خاله عالیه بود. اونا یه شریک سومم داشتن. من باید اونا رو پیدا کنم. اونا سالا پیش رفتن خارج از کشور. خیلی وقت ازشون خبری ندارم. خب اگه اون مرده باشه میتونم وارث اونو پیدا کنم. مگه میشه تو بخوای من پیدا نکنم؟ خب میخوای چی کار کنی؟ تصمیم گرفتی سهامای باقی مونده هتل رو بخری؟ آره بریم دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید عزیزم. برای خاله عالیه جون با فیزیوتراپ هماهنگ کردم. کار خوبی کردی، ممنون. میری؟ منم میتونم بیام؟ باشه، اگه خواستی تو رم میرسونمت. باشه عالیه، پس میرم تو منتظر. باشه. باورم نمیشه. هنوز شیفت شروع نشده لحاف و بالشتو آماده کردی؟ مشتری اگه کارم داشته باشه بیدارم میکنه دختر. خیلی خوب، زود باشید بچه‌ها. یه چیزایی باید ببریم سردخونه. من صبح ساعت 8 شیفتو میگیرم. باشه؟ منم همون موقع بیدار میشم. خوبه، خودم حلش میکنم. سردخونه نری یا درش مشکل داره. باشه؟ چرا به اون میگی؟ اون که گرفت خوابید. من هشدارمو دادم. ای بابا، حاضران کجاست؟ نمیدونم، زیاد اهمیت نمیدم. من یکم پیش دیدمش. نمیدونم، به نظرم داشت میرفت. من حرف نزدم باهاش.
با خودش گفته این پیرن هیزومی با خودش نمیبرتش، به خاطر همین پیاده رفته. بیچاره، نمیدونم چیکار کنم. من اگه میدیدمش نمیذاشتم پیاده بره. یه جوری با هم تو تاکسی جام میشدیم ها. صادق جانم، یه دونه آب نارگیل بزنیم با هم؟ البته که بزنیم، مغازه من اونجا، همه جا مال منه آقا گوکم. یالا برو ببینم، زود باش. بعد دعوای زینب خانم خیلی نگران شدم. گفتم نکنه خاله عالیه چیزی شه، ولی ماشاءالله حتی فشارش هم بالا پایین نشد. کسی صدامو نمیشنوه؟ کسی نیست؟ من اینجا زندونی شدم، من اینجا گیر افتادم، درو باز کنی. خب ملیسا تو رو امروز خسته کرد؟ آره، کل روز همش داشتم سینی جا به جا می کردم. خب طبیعیه، شیرینی فروشیه دیگه. ولی میدونی بعدش رفتم خرید و کل حقوقمو خرج کردم. از همین روز اول ماه؟ بیا اینجا مغز اقتصادی. یه چیزی بگم؟ جونم خانم کوچولو. من میخوام اینجا مثل مردم جزیره عشق و تجربه کنم. شما چجوری عشق و تجربه میکنی؟ همه جا چجوریه؟ اینجام همون جوریه. اینجوری نیست، یعنی چه رسمایی دارین؟ چه کدایی هست؟ اصلا چجوری میخوایی مخمو بزنی؟ فقط یه چیزی بگو که با این حالا هوا جور در بیاده. ببینم به سافاری و اینا رفتیم و من بیخبرم؟ من اینجوری گفتم؟ باشه این کارو میکنی. من تو رو میرسونم خونت، اما به خاطر اینکه کسی نبینه و حرف در نیاره وارد کوچه نمیشم. یعنی چی؟ من تنهایی برم؟ دقیقا، تو بگو یه قدم، وگرنه خاله عظیمه میبینه و میفتیم سر زبونا. خیلی خوب، اعتراض نمی کنم. این کارا چیه؟ مردم چی میگن؟ یه قدمم بر نمیداری یا؟ باشه. بابا دخترم کجا مونده بودی تا الان؟ پیاده روی کردم. ماه خیلی خوشگل بود، نور ماه افتاده بود روی دریا قشنگ بود. بابا سنی ازت گذشته، ماشاءالله شهردار یه جزیره ای، اصلا در شأن تو نیست مثل جوونا زیر نور ماه را بری. ایدی مگه میشه عشق و مهتاب سن داشته باشه؟ بابا هنوزم داری به ازدواج فکر میکنی؟ من اون شب داشتی حرف میزدی فکر کردم داری شوخی میکنی. چرا؟ من حق ندارم خوشحال باشم؟ بابا چجوری میتونی پیش مامانم اینا رو بگی؟ نگاش کن، دلش میشکنه. ایدیل عزیزم، تو دیگه بچه نیستی. اما تو یه بچه داری. آره تو بچه منی، به خاطر همین اصلا نمیخوام که ناراحت بشی. بعداً وقتی آروم شدی در مورد این موضوع حرف میزن. سلما گفتش که شلوارا رو میاره، اینه؟ آره آورده. زن با استعدادیه، کار درسته و تمیز. شلوار رو میگی یا خاله سلما رو؟ هر دو رو میگم. سلما واقعا زن خیلی خوبیه، نه؟ رئیس چه خبر؟ اوه چه زود از معشوقت جدا شدی. نکنه از الان بسته بندیت کرده؟ نه بابا، تا نزدیکای خونه رسوندمش و اومدم. یعنی چی؟ مگه نوجوانین؟ ببین از حرکت‌های عجیب و غریب جزیره میخواست، منم سعی کردم اینو بهش نشون بدم.
آقا آلپر میخوام بپرسم چیزای عجیب جزیره چیه اما دختر منم نمیدونم که اینا رو چجوری میدونه. به خدا نفهمیدم. فکر میکنه بین زوجای عاشق چیزای عجیبی اتفاق میفته. منم واسه اینکه دلشو نشکنم یه چیزای الکی پلکی از خودم در آوردم. مثلا گفتم نمیتونم تا در خونه برسونم تو، باید سر کوچه از هم جدا بشین. گفتم کسی نباید ببینه و حرف در میارن، یه همچین چیزایی. هر دوتون خیلی مزخرفین، مغزم ترکید. تو هم تا محلتون برسونم؟ برسون یعنی نرسون. خب به پسرای محل تیکه میندازیم و میگیم این دختره مال ماست ها؟ این چی بود دیگه؟ از عجایب جزیره بود. گورکم کسی نیست. کسی صدامو نمیشنوین. دارم میگم زندونی شدم. تو رو خدا درو باز کنید بچه‌ها. به چی داری نگاه میکنی؟ هیچی، همینطوری داشتم نگاه میکردم. مادر بزرگ، یه چیزی تو هتل جا گذاشتم، باید برم برش دارم. کسی نیست. صدامو میشنوین؟ پویراس تو اونجایی؟ پویراس مرد ببخشید داشتم یکم استراحت میکردم. اومدم به فر نگاه کنم. شما چک کردین؟ بوراک نگاه کرد. خوبه. پس چیز اینجاست؟ حاضران؟ من ندیدمش. اگرم دیده باشم نادیده گرفتم، انگار ندیدمش دیگه. باشه، آخرین بار کی ندیدش گرفتی؟ وقتی داشت با نهیر در مورد یه چیزی حرف میزد، سردخونه و یه همچین چیزایی. دره اونجا مشکل داره. حاضران اون تویی؟ حاضران خوبی؟ صدامو میشنوی؟ میدونستم نجاتم میدی. بیا. مرد
بوراک، آمبولانس خبر کنین. نگران نباشین، چیزی برای نگرانی نیست، بهش رسیدگی کردیم. ممکنه شب یکم تب کنه اما تا صبح حتما خوب میشه. سعی کنین گرم نگهش دارین. باشه، ممنون. خیلی سردی، خیلی. باشه، تموم شد. بابام اومد، کجاست؟ برگشت. حاضران. مامان اونطوری نگو. باشه، مثل بابام حسش نمی کنم اما با اونو اینجوری حرف نزن مامان. بابا. حاضران، من پیشتم، تموم شد. چیزی برای ترسیدن نیست.
پویراز. ممنونم. بابت چی؟ تو منو از اون سردخونه نجات دادی. نمیتونستم اجازه بدم از سرما بمیری. در این حدم نمیشه. کل شب کنارم بودی. یه کمی یادم میاد. اشتباهی به یاد میاری. من تو رو خونه رسوندم و رفتم. اما نمیدونم تو چی رو به یاد میاری، ولی من تو رو اینجا آوردم و رفتم. بغلم کردی. تو فقط تو خوابت ببینی که بخوام بغلت کنم. راستی عکس روی دیوارم دیدم. درخت دروغه. میخواستم بعد از اینکه از جزیره رفتم به جای هر دروغی که گفتم یه خوبی کنم. دوست داری یه خوبی در حق من کنی؟ پس از این جزیره برو. لطیف. سلما جان. خیر باشه. منو داخل دعوت نمی کنی؟ بیا بفرما بیا. سلام. خوش اومدین. عمو لطیف خیر باشه، برای خواستگاری میری؟ میشه اینطور گفت. خب دختری کیو برای کی خواستگاری میکنی؟ سلما راستش من پیش تو اومدم که چی؟ مامان نکنه تو عمو لطیف. نه دخترم، این چه حرفیه واقعا که؟ پس مامان من الان به حسابش میرسم. ببینم اصلا فکر کردی داری از مادری که خواستگاری میکنی؟ تو نمیتونی مادر منو بگیری. بزن اردوسه گلشیفتیه مامان که اصلا برام مهم نیست. اون شکلاتو دونه میکنم. وایسا دخترم، من قرار نیست با لطیف ازدواج بکنم. اینو بدون دختر من. خب بابا گوش بدید. افادا طبق سگا به دورش وق و وق میکنی کلاس نزار. لطیف به خاطر من اومده. چی؟ بله، چون فقط تو از خانواده زینب موندی اومدم به دستور خدا و رسم پیغمبر از تو خواستگاریش کنم. نهیر زود باش برو برای من یه سر آب بیار دخترم. زود باش برو. اصلا از رسم قدیمی خوشم نمیاد، ولی میرم یه قهوه درست کنم. حاضران برنگردی یا فقط جلوی پاتو نگاه کن و همینطوری ادامه بده. من بیرجیکم. جدی میگی؟ واقعا میگی؟ بیرجی کی؟ شناختمت. چی میخواد؟ چیه؟ آره میدونم. گورکمم وقتی موامو جمع میکنم میگه تو اینجا اومدی درباره گورکم حرف بزنی؟ آره اگه همچین قصدی داری برو با دوستای جدیدت دربارش حرف بزن. انگار فراموش کردی من یه آدم دروغگو چندشم. من به تو همچین چیزی میگم. دیروز گفتی جلوی همه داد زدی، گفتی بعد از این دیگه دوست هم نیستیم. من همچین انتظاری ازت نداشتم. خب نداشته باش، اون احساسات واقعی من نبود که. من دارم زرنگ بازی در میارم. زرنگ بازی چیه؟ یعنی میخوام قلعه رو از داخل فتح کنم. باشه فکر میکنن من یکی از اونا هستم و آروم آروم نظرشون رو درباره تو عوض میکنم. اگرم برات نقشه بکشن همشونو میام برات تعریف میکنم. بیرجی خیلی مهربونی اما به درد نمیخوره. تازه رابطت با آلپرم خراب میشه، واسه همین بیخیال. حالا اتفاقیه که افتاده. ببین دیگه از این به بعد تو جاهای خلوت قرار میذاریم. باشه تو جایی که مردم باشن. من طرف اهالی جزیرم. حاضران به خاطر حرفای بدی که زدم معذرت میخوام. ببین من خیلی خیلی دوستت دارم، باور کن. بس دیگه. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma.
Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda girince. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda girince. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.